کردیم. سلام، عرض ادب. امروز میخوایم درباره مشکل برایتان صحبت کنم که یک تعداد افراد جامعه مبتلا می باشد. فیس لفت عبارت از یک روش جراحی زیبایی بوده که برای از بین بردن علائم پیری به کار برده می شود. با مانند چین و چروک، افتادگی جلد، افتادگی عضلات صورت و انساج شرمی. این میتود با 6 روش مختلف انجام داده می شود که عبارتند از نان سرجیکال، اندوسکوپیک لفت و لیکوید لفت و ترادیشنال فیس لفت و مینی فیس لفت می باشد. اشخاصی که از چنین مشکلات رنج میبرد به شفاخانه جلدی زیبایی کابلستان مراجعه نماید تا مشوره رایگان نزدشان صورت. با خیر سلامت باش. وقتتان خوش. السلام علیکم. شفاخانه جلدی و زیبایی کابل استانبول. جلد زیبا ویژگی شخصیت شماست.